ایران و تاجیکستان لایحه‌های مشترک در ساحه صنعت و معدنکاری را بررسی کردند. تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان برای میزبانی جام فوتبال آسیا 2031 درخواست پیشنهاد کردند. هیئت پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان رفت. تأکید روابط، سؤالها درباره آزادی. ایالات متحده آمریکا در استخراج معدن‌های نادر و ثروت‌های طبیعی اوکراین سهم می‌گیرد. در حاشیه نمایشگاه اقتدار صادراتی جمهوری اسلامی ایران یک ملاقات سطحی بلند میان مقامات تاجیکستان و ایران برگزار شد. وزیر صنعت تاجیکستان شیرعلی کبیر و نماینده بلندپایه ایران محمد آقاجنلو امکانات همکاری صنعتی را بررسی کردند. به گفته مقامات دو جانب، تاجیکستان میتواند در زمینه معدن‌های طبیعی و کارکرد آنها به یک شریک استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل یابد. جانب‌ها از تأسیس باغ صنعتی مشترک سخن گفتند که در آن شرکت‌های ایرانی با سرمایه و تکنولوژی خود وارد خواهند شد. هرچند چنین همکاری‌ها می‌تواند فایده داشته باشد، ولی کارشناسان هشدار می‌دهند که هر گونه توافق باید با شرایط شفاف، حفظ محیط زیست و نظارت جدی انجام یابد. در حالت دیگر این گونه همکاری می‌تواند به وابستگی و از دست دادن نظارت بر ذخیره‌های ملی برسد. با یک سفر 3 روزه هیئت پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا از تاجیکستان بازدید کرد. در هیئت نمایندگان چند کشور عضو و پرزیدنت پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا پی.ا. کومارو شامل بودند. آنها با رئیس جمهور امامعلی رحمان، نمایندگان پارلمان و سازمان‌های جامعه شهروندی ملاقات انجام دادند. هیئت همچنین از گذرگاه سرحدی پنجپایان و مرکز آموزشی مبارزه با مواد ترکنده دیدن کرد. مقامات گفتند که این سفر به تحکیم امنیت و همکاری‌های منطقوی مساعدت می‌کند. با وجود این، جامعه شهروندی سوال می‌گذارد که چرا در چنین ملاقات‌ها درباره وضع محدودیت آزادی‌های سیاسی، تعقیب روزنامه‌نگاران و نبود انتخابات آزاد صحبت آشکارا صورت نمی‌گیرد. تأمین امنیت مهم است، ولی حقوق انسان و آزادی نیز باید محور گفتگو با دولت باشند. 3 کشور آسیایی مرکزی تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان یک جا رسما درخواست پیشنهاد کردند که جام آسیا 2031 را میزبانی کنند. این اقدام که بار اول در تاریخ منطقه رخ می‌دهد، می‌تواند دقت جهان را به سوی ورزش این 3 کشور جلب کند. مقامات میگویند برگزاری چنین یک چاره‌بینی بزرگ ورزشی میتواند به رشد اینفراساختار، افزایش سیاحی و بلند برداشتن ایمیج کشورها مساعدت کند. در صورت قبول شدن درخواست، 3 پایتخت دوشنبه، تاشکند و بشکک مرکزهای اساسی بازی‌ها خواهند بود. فدراسیون فوتبال آسیا قرار است سال 2025 نام کشوری میزبان جام آسیا را برای سال 2031 اعلان کند. برای کشورهای آسیای مرکزی این امکانیت است برای نشان دادن قابلیت و توانایی خود در سطح بین المللی. درخواست مشترک تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برای میزبانی جام آسیا بیش از آن که یک اقدام واقعی رشد فوتبال باشد، یک لایحه سیاسی برای ساختن ایمیج استواری منطقوی در زمینه داخلی ناپایدار می باشد. این کشورها به خصوص تاجیکستان با مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، مهاجرت کاری، سرکوب آزادی‌های شهروندی و فساد سیاسی روبرویند. چندین ورزشگاه‌های عظیم کشور به علفزار و چراگاه تبدیل شده اند. فوتبال که در هر 3 کشور یک نوع ایدئولوژی احساساتی شده است، اکنون ابزار تبلیغات سیاسی گردیده به جای حل مسائل واقعی مردم استفاده می شود. مقامات می گویند این یک قدم مهم برای رشد ورزش و ایمیج منطقه می باشد، اما سوالهای زیاد باقی می مانند. آیا کشورهایی که مکتب‌هایشان با شیفر سالهای شوروی فرش پوش شده اند و بیمارخانه‌هایشان بیدارو مانده اند
می توانند میلیاردها دلار برای فوتبال صرف کنند؟ میزبانی جام آسیا یک آرزوی خوب است، ولی شاید مردم آرزوهای دیگری بهتر دارند و در کشور بیش از همه عدالت، جای کار و آزادی را طلب دارند. در پایتخت آمریکا واشنگتن روز 30 اپریل بین اوکراین و ایالات متحده آمریکا سازشنامه نوی اقتصادی به امضا رسید. این سند به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد که در استخراج معدن‌های نادر و ثروت‌های طبیعی اوکراین سهم گیرند. در برابر این، آمریکا به تعمیر و بازسازی انفراساختار ویران شده اوکراین کمک خواهد کرد. مقامات آمریکا میگویند این سازش بیانگری دستگیری آنها از یک اوکراین آزاد و مستقل است. ولی دونالد ترامپ پرزیدنت فعلی ایالات متحده آمریکا آشکارا تاکید کرده است که کمک‌های آمریکا باید در عوض نتیجه دهند. اگر ما کمک میکنیم باید چیزی بگیریم. آنها معدن‌های نادر دارند و ما همیشه آنها را جستجو میکنیم. در اوکراین امیدوارند که با این سازش آمریکا نه تنها کمک‌های مالی میدهد، بلکه در ساحه‌های امنیتی از جمله تحکیم دفاعی هوایی نیز سهم میگیرد. در یک پیام خود در شبکه ایکس، معاون سروزیر اوکراین سویریدینکو نوشته است که واشنگتن احتمال به بنیاد بازسازی اوکراین نیز همراه می شود. سازشنامه نو هرچند برای اوکراین یک امکان مهم دانسته می شود، ولی نمی توان آن را همچون کفالت امنیتی استوار ارزیابی کرد. پیشنویسی که بعد ماه‌ها گفت و شنید تهیه شد، طلبات سخت آمریکا را کمی نرم کرد، ولی هنوز هم واشنگتن عهده‌داری‌های قطعی نداده است. اوکراین از سال 2022 به این سو از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برخوردار است، ولی برقرارسازی روابط با حکومت نوی ترامپ به نظر می رسد مشکل زا شده است.